ای روزدار، اگر دروغ بس نکنی، اگر گوشت یک برادر مسلمان تا خوردن بس نکنی، یعنی غیبت. خب در نسبت یک برادر کینه و کدرت دور نکنی. بین اگر حق یک برادر مسلمان تا بخری، یک برادر تا تهمت کنی، بهتانش بزنی، علافت است دیگر من هیچ نیاز ندارم که تو میخری یا مینوشی. یعنی روزه دکتر فقط یک این نیست که نخوردی و ننوشیدی. روزه هم یک مکتبی تربیه انسانی است. روزه شما میدونید که روزه بیماری را صحت میکنه. بین میگه هم روان تربیه میکند، روح را